طرفداران شبکه وصال حق، بخصوص استاد بزرگوار آقای محمد انصاری، من واقعا تشکر میکنم از برنامه خوبتان. بسیار برنامه زیبا، دلنشین، بسیار برنامه خوب و تشکر میکنم. تشکر از شما. و مخصوصا از آقای عبدالقدوس دیکان که واقعا من یک اهل سنت هستم ولی از علم و مذهب خودم هیچ آگاهی نداشتم، ولی شبکه‌های آخوندهای رافضی را که نگاه می‌کردم تقریبا من با مذهب خودم یعنی شک داشتم. حالا که می‌بینم واقعا که افتخار میکنم که من یک سنی هستم. الحمدلله. و بسیار تشکر زیاد میکنم از برنامه خوبتون. و این آقای قزوینی که همه روز رسوای در رسوا می شود واقعا خجالت آور است، واقعا خجالت آور است. شرم کنه به این ریش سفیدش که هر روز رسوا می شود بازم دست نمی کشه از این دروغاش. تشکر میکنم از برنامه خوبتون و السلام علیکم و برکت. تشکر از شما.